جناب آقای فکرآزاد فامی فرهنگ گیلان که اینجا در جمع ما حضور دارن تشریف بیارن. شما فرموده که دقایق میخوام صحبت کنم. سلام علیکم هم ولایتیان. شما تصور بکنید های تبریز سخنران صحبت کنید، اصلا اجازه نده فارسی غیر ترکی صحبت کنید، سکوت بگوید. اما اگه فرهنگ، اما اگه محله اول زبانه خب بیم میگن اما گیلی که حرف بز نزنیم بعد انتظار بداریم مثلا این محله مدرن ساختمان رو تو کلاش میگه چی بیاریم. مسجد حاج سمیت از بزرگترین سقفان سفالیه داشت، الان میگم سیمپستر بودست. تأثیر زبان فراموش نکنیم واقعا. حاضیگه همین رادیو تلویزیون ارتش خودش بکنه گیله که ترویش کنه اما تو کلمجین بلی بازم خواب کسی بگم تأثیر زبان فراموش نکنید. زبان از دست باشه که شما میبره همه پذیریسی که خیلی ده. اما چرا ترکان هم موافق داریم در مسائل اقتصادی؟ خاطر زبانش همبستگی ایجاد کنید. زبان فارسی جایگاه خودش داره، هیچ کس مدیرش نیست، یعنی زبان ملی بهش احترام میده. اول زبان گیلگی زبان مادری. مثلا برای شما بشه منبر جور بر زبان مادری صحبت کنید، من ناگزیر هستم. مشکل وقت نگیرم که بزرگان صحبت بکنید. درباره گلدسته‌های قطب‌زاده که معبد بوده، البته در سال 90 که ما خانه فرهنگ گیلان به خصوص فرهنگستان 8 شهر بیاییم، ظرفیت 8 شهر استفاده بکنیم به خانه تاریخی گرفتیم و کمک بکنید دوستان من. آقای قطب‌زاده این از یاوران خانه فرهنگ بود که همین عمو جلال رنگوش که تشریف داده پیشگاه ما قضیه بود و ما از ظرفیت اهالی 8 شهر استفاده بکنیم. زبان گیلگی هم ازش هم خواهش بکنیم که آقا شما باید کمک کنید. اما 300 میلیون تومان خانه بیاییم، 800 میلیون تومان بود، 300 تومان پول خواستیم، 450 میلیون تومان سال 90 اول جمع گفت. یعنی ظرفیت‌های مردم اطلاعیه. آقای قطب‌زاده که خانه فرهنگ هم گفتیم، آقای میربازر که عضو همین گروه معماری خانه فرهنگ گیلان، آقای قطب‌زاده هم بچه‌ها لما هاین مثلا آقای منصور شما دنید صحبت از گلدستو اشم پرسته که آقای مهندس دامت بگوشه ترایش انجام بده. گلدستا که استارت بزی آقای قطب‌زاده 5 سال بوده فقط بوده، یعنی اجازه ندهید بسازه. آقایان یا دوستان عزیز که خیلی هم کمک بگویدی آقای میرسالی، خیلی هم کمک بگویید، خیلی هم سنگاندازی هم بگویید تا بتنه سیما هم مجوز بگیریم. آقای قطب‌زاده را چندین جلسه برن آقای جهانی هم خیلی لطف بگیریم. ولی واقعا 5 سال بوده و بسته که مجوز بگیرید تا کار خیر انجام بده. تا کار خیر شما هم سنگاندازی کنید، یه کار شر بشه. آقای دکتر یوسف بگوید خدای امر یه کاری بکنه که من صبح بریزم از خواب یه شری برسنه که خیر بکنه. واقعا زلزله 69 خیلی بود برای گلدستی من ازم بزنم جواب. ولی گلدست و اواخر اصلا در ودامه هم بود. تمام سیمانکاری بودید. من جوارای از بوشگاه که روزنامه فروشم در فلسطین عکسش من دارم دشمن خانه روی عکس من بگفت. یعنی اون زلزله 69 خیلی بود برای گلدستی که بساخته به من واقعا از آقای قطب‌زاده شکر. آقای قطب‌زاده اما خواستیم از جانب خانه فرهنگ گیلان از شما تشکر بکنید و خاطر تبلوی تقدیر قابل شما هنری از آقای جلال رنجور خواهش کنیم که محبت بکنم باوره. فریدون فرخ فرشته نبود به مشک و به عنبر، سرشته نبود به داد و دهش یا این فره. تو داد و دهش کن فرشته توی. خیلی ممنون آقای قطب‌زاده. ما فقط نکته بگم بده خلاص
مصطعی کنم از شما قربان شما برم جان قربان من همچین مجلس خیلی کم دیدم فقط من از دورانی که کوچیک بوم با امای من نماز خواندیم مکبر بوم و دعا خواندیم دعای بعد از نمازه تنها مجالسی که باشکوه بود روزای تولد امام زمان بود که ما این غاریز این رو نوشتیم و دو تا از دوستان از عزیزان که الان هست سید آقایان حجازی و آقای شفیعی هر دو تا موقع جوانان برومندی بیدید اما این سخنرانی بودی و سخنهای بسیار خیلی خوبی گفتید که من از اون موقع از چند درس کردم فکرم امیدوارم خدا همتون قدر زبان گیلکی هم فراموش نکنید. خدا حافظ شما.